سلام. برای حال شناسی، حال دیدن، حال درمانی، اولین قدم و ساده ترین قسمتش این که شما باید با دیدن حالها شروع کنی. بعد حالهای گیاهان، بعد حالهای اطرافیان، خودت و اشیا. به این شکل که تمرینش به این شکل حالها میتونی. حالا برای چی بدونه حالا رو؟ وقت انسان مریض میشی حاله نشون میده. حال درمانی به این شکله که هر قسمت از بدن حالش آسیب دیده بود، مشخص که مثلا اون قسمت از بدن مثل کلیه، زانو، کمر، هر جا هست حالت تعادل نداره، حالت طبیعی نیست. میدونی که اونجا یک آسیب دیده هست، یک مشکلی هست. ممکنه آزمایش بده بگن آقا کلیه هیچ مسئله‌ای نداره. هنوز قبل از اینکه کلیه آسیب ببینه اول رو حاله عکس العمل‌های غیر متعادل و نابرابر دیده میشه. خب چجور حالها رو ببینیم؟ چجور حال شناسی رو شروع کنیم؟ ابتدا چند تا نفس عمیق میکشی، در حد 10 دقیقه 5 دقیقه تنفس میکنی، مدیتیشن میکنی، از 10 میشموری میای به 1. نفس عمیق، چند تا نفس عمیق، از 10 میشماری میای به 1. بعد با انگشتات چشمات یک ماساژ میدی، نگاه کردن رو گیاه ها رو شروع میکنی. بعد برگ های درخت ها، برگایی که قسمت بالای درخت هست که یعنی از اون بالاتر دیگه برگی نیست، در حدی که بتونی ببینی، برگای پن باشه بهتر. یک کم زوم میکنی بعد از ماساژ دادن چشما، یواش چشماتو باز میکنی، زوم میکنی رو برگ درخت. سعی میکنی پلک نزنی، در حد 1 دقیقه بتونی نگاه کنی، حالا رو میبینی. یکسان از حاشیه برگ ها و شاخه ها انوارات سبز رنگ دیده میشه که ابتدای شروع برای حال دیدن حالهای خودت، حالهای اشخاص دیگر و مریضا رو از این برنامه شروع کنیم. با 5 دقیقه تمرین تو 1-2 روز این حاله برگ ها رو میتونی ببینی. پس چند تا نفس عمیق میکشی، بعد یک مدیتیشن به صورت معکوس از 10 میشماری میای به 1. 10 9 1. چشما ولی بسته باشه. در حینی که باز میکنی یک ماساژ اول میدی، بعد چشمات یواش باز میکنی، برگای درخت ها، قسمت بالای درخت رو زوم میکنی، نگاه میکنی بدون که پلک بزنی. 5 دقیقه 1 دقیقه میری تا 5 دقیقه. به دقیقه اول باید حالا رو ببینی، حالا به 1 روز یا 2 روز دیگه، نهایت 3 روز. بعد تمرین بعدی انشاءالله اینو 1-2 روز تمرین کنیم. یک تمرین بعدی بعد از این میدیم برای ابتدای حال دیدن و حال شناسی.